چچنسا مثال پیشتر نماز هستند، از قفای اما نماز خواندن درست است یا که نه؟ چیکار کرده است که چچنس نه مسلمان نیست؟ نه فهمه استاد. مثال یک برادر گفت که از قفای شیعه مثال نماز خواندن درست نیست. مثال گفتن که همین چچنسا شیعه مذهب هستند، همین از قفای ما درست نیست نماز خواندن. همین گپ مثال چچنس غلط است. شیعه مذهب نیستند برادر، شافعی مذهب هستند. نه فهمه استاد جان. مثال همون برادر همین خیلی گفت، من مثال یک دو جا را چیکردم اون قدر سوال مثال خوبتر جوابش نیافتم. خواستم که پخش مستقیم شما رفته ایستاده است، من گفتم همین سوال بتیم. مردم جدا کرده نمیشه. از پشتی ازبک‌ها خوانده میشد یا از پشتی چچنس‌ها خوانده میشد، این گپا نادرست است. اصلا یعنی از پشتی مسلمان‌ها خوانده میشد و ملت قطعی بها داده نمیشد. شیعه نیستند بعد چچنس‌ها. بله در بین صوفی ها هست، لیکن صاحبای عقیده های درست هم هست. اونا شافعی مذهب هستن اساسا. میشه در پشت شافعی مذهب، حنفی مذهب، حنبلی، مالکی، در پشت اینا همشون اهل سنت هستن، نماز خوانده میشه. بله در پشت شیعه بله درست است که خوانده نمیشه.